برادر چنان ما گفتیم در این کتاب بسیار چیزهایی هستند که البته با دین ما مسلمانان با دین یهودا با دین نصرانی ها مانند است. حتی اگر در یادتون باشه یکی از وای خبرنگارای توجیک نامش کی بود، نام دینش هم عوض کرد، زردشتی شد و گفت گویا که زردوش کتاب عوض تا این از قرآن از روی عوض گرفته است، لیکن به فیلم اینها کتاب های از روی نگرفته است، چون که من همین خواندم در یگان جا سر زدن کلا بریدن ندیدم. اینها این کتاب برای خود چای و در راه خود چای. مثلا در این کتاب درباره عثمان چی میگه؟ مثلا در کتاب دنیای ما میگه که ما زمین رو چه آفریدیم؟ هموار. زمین و مثلا زمین عثمان. حتی همین یهودا تا امروز حتی در آمریکا زندگی میکنن و اونا میگن که این علم امروز ما رو فریب میکنن، زمین هموار است، اینا گویا که دنیا گرد است، اینا ما رو دروغ گفته هستن. و در اینجا میگه که небо было создано в форме яйца, светлое и ясное. یعنی آسمان در شکل تخم آفریده شد و نورهای درخشان دارد. یعنی آسمان و زمین ما را به مانند تخم گفته است چند هزار سال پیش. و برادران عزیز، درباره من کتاب میبینیم درباره سال، یعنی نامهای هفته، حتی روزها نام داشتن، نامهای سال، همه اینها گفتگی هم. خیلی وقت که کمت برای این منو رو نمیخونیم چون که بسیار وقت میگیرن. درباره مثلا زردوشت، منوی زردوشت یعنی زرد، از کلمه زرد یعنی در خانه سپیتامو با دنیا اومده. سپیتامو یعنی با چی حاضرش بگویم یعنی ملا، در مسلمان نگم ملا باشه یا در دیندار، در خانه دیندار. و همچون یعنی دیندارهای زردوشت اونا همه خیلی گمان داشتن که خدای نیکی یا که سپیتامانو چی هاشن رنگ دوزوشه زرد است همچون آتش. ولی در حقیقت این زردی، من تو خوندن این کتاب گمان میکردم که زردی این رنگی وای است، رنگ دینی زردشتی است، لیکن در حقیقت چی بده است؟ اهورامزدا یعنی چی بده است؟ ازوتریچский цвет اهورامزدا зеленый، یعنی ازوتریچский نور، همون نوری که مثلا افتاب است، همون نوری چی؟ سبز بوده است، یعنی همین سبزی که در مسلمان است، اینم همون بوده است. بعد درباره نامهاش خیلی شده دیگر